سلام رفقای گل، حسام ایکس وی هستم و امروز اومدم با یه آموزش دیگه. و اونایی که میخواین مثلا یوتیوبر بشین و نمیدونید چه جوری عکس پروفایل تهیه کنید یا مجبورین برین از تو گوگل بگیرید و اینا، الان میتونید قشنگ برای خودتون یک دونه عکس بسازین. مثلا من میام اینجا، تصویرم نمیخواد بدم، مثلا من یه چیزی رو به این میگم، این برای من مثلا درستش میکنه. شما خواستین عکس بدین بهش، مثلا شما برین تو فری فایر عکس لباستون رو بدین، بگین مثلا اینو برای من درست کن، ترسناکش کن، خوشحالش کن، هر جور بگین براتون میذاره. یا مثلا برین عکس ماینکرافت بذارین، کالاف بذارین، هر جور بدین براتون درست میکنه. منم میام اینجا مینویسم یک عکس برام درست کن که رنگ سبز و قرمز قاطی باشه و یکی از کاراکترهای خفن بازی ماینکرافت توش باشه و دورش دایره. ببینیم چی درست میکنه. الان همینو به من یه عکس قشنگ میده. شما فقط باید یه هوش مصنوعی انتخاب کنید. من الان اسم هوش مصنوعی رو براتون زیر کامنت ها میذارم. ببینیم چی میده بهمون. یه کریپر گذاشت. به نظر شما الان زشته؟ این چه عکسی تحویل داد؟ یه عکس برام درست کن که رنگ سبز و قرمز قاطی باشه و یکی از کاراکترهای خفن بازی ماینکرافت توش باشه و دورش دایره. این شد عکس ما. بچه‌ها حتما اگه خواستید مثلا عکسی برای خودتون درست کنید یا مثلا خواستید عین من یوتیوب رو تازه شروع کنید و عکس پروفایل نداشتید، بیاید از توی هوش مصنوعی بگید براتون درست میکنه. خب رفقا، تا یه ویدیو دیگه خداحافظ. حتما براتون زیر همین ویدیو میذارم اسم هوش مصنوعی و اینکه لطفا ویدیو من لایک کنید، کامنت بذارید و من دنبال کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون. همه فقط خواستن برن